سلام آقا، من اینو دیروز از کاسکو گرفتم، گفتم بیام به شما نشونش بدم. یه حالت با باد ماساژ میده. فکر میکنم برای سلالیت هم خوبه. 2 تا پا داره اینجوری که میبینی. من این پامو گذاشتم، این یکی رو اینم زیپش رو بستم. یه دستگاه اینطوری داره، حالتهای مختلف داره که کدوم قسمت پاتون رو میخواین مثلا با باد زیاد، انگاری مثلا حالت ماساژ داره. ببین این الان روشن شد، از اینجا فشار باد عوض میشه. الان کل پا رو داره باد میکنه. حالتهای دیگه هم هستش که مثلا مقطعی یه قسمت خاصی رو بخواد چیز کنه. چیز باحالیه. ببین الان کل پا رو باد کرده، حالا داره باد رو دوباره خالی میکنه. پام رفته رو به هوا. مثل اینه که مثلا یکی اینجوری فشار داده پاتونو. چیز بدی نیست، ولی قیمتش یه چیزی با تکس داره، برای $300 $270 اینا هستش. حالا به نظرم یه ذره مثلا به $270 $300 زیاد نمیتونم بگم. از اونور میگم خب مثلا یه ساعت آدم بخواد ماساژ بگیره اینجا دور بر $100 باید بده. خب برای کسایی که خیلی سر پا وای میستن این چیز خوبیه که مثلا یه ذره خستگی پاشون در بیاد. خلاصه که گفتم بهتون نشون بدم دیگه، اینم ببینی، اینم یه چیز جدیده. کلی مراقب خودتون باشین. فعلا این فقط خلخال پاتون نباشه که اینجوری میشه. این فشاریه که میبینین، خواستم بهتون نشون بدم با چه فشاری داره پا رو فشار میده. همین الان بازش کردم. یه چیز دیگه هم بگم، این 2 تا سایز داره، زمین مردونه داره. این سایز کوچیکش من گرفتم، مردونهش یه مقدار بزرگتره دیگه. همین دیگه. سلام.